تصور کنید یه پروژه بزرگ عمرانی با هزینه‌های سرسام‌آور و تبلیغات گسترده به عنوان نماد توسعه افتتاح میشه. در ظاهر همه چیز بوی پیشرفت میده، اما اگه یکم دقیق‌تر نگاه کنیم میبینیم ممکنه همزمان با افتتاح این پروژه بخشی از جامعه محلی تضعیف شده باشه، پیوندهای اجتماعی آسیب دیده باشن یا محیط زیست اون منطقه هزینه سنگین و جبران ناپذیری پرداخته باشه. توی همچین وضعیتی یه پرسش اساسی پیش میاد: آیا توسعه واقعاً فقط ساختن زیرساخته یا باید معنایی خیلی گسترده‌تر و عمیق‌تر برای اون در نظر بگیریم؟ مقاله دکتر علی میرسپاسی با عنوان ایده آبادانی به مثابه زبان امکان توسعه ایران دقیقاً از همین زاویه وارد بحث میشه. ایشون تو این مقاله تلاش میکنه نشون بده که آبادانی رو نمیتونیم فقط به عمران، ساخت و ساز یا رشد کمی اقتصاد تقلیل بدیم. تو این نگاه آبادانی صرفاً یه مفهوم فنی نیست، بلکه یه چارچوب فکری و راهبردیه برای بازاندیشی مفهوم توسعه، اون هم در نسبت با تجربه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خود ایران. این نکته خیلی کلیدیه، چون تو این خوانش توسعه دیگه فقط با شاخصهای کمی و عددی سنجیده نمیشه. یعنی ما نمیتونیم صرفاً با اتکا به افزایش سرمایه‌گذاری، رشد تولید یا اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی نتیجه بگیریم که جامعه واقعاً در مسیر آبادانی قرار گرفته. دقیقاً، دکتر میرسپاسی اینجا به نظریه‌های رفاه پایدار و رویکرد توانمندی نزدیک میشه. تو این رویکرد مسئله اصلی فقط میزان رشد اقتصادی نیست، بلکه سوال اصلی اینه که افراد و گروه‌های اجتماعی تا چه اندازه از امکان یه زندگی شایسته، امن، معنادار و مشارکت پذیر برخوردارن. و درست همین جاست که ارجاع مقاله به اندیشمندانی مثل آمارتیا سن و مارتا نوسبام اهمیت پیدا میکنه. تو این افق نظری توسعه فقط زمانی معنا داره که به گسترش توانایی‌های واقعی انسان‌ها منجر بشه. توانایی‌هایی مثل آموزش، سلامت، امنیت، مشارکت اجتماعی و امکان اثرگذاری در سرنوشت جمعی. اما نکته جذاب مقاله اینه که فقط به یه چارچوب عمومی از توسعه اکتفا نمی‌کنه. یکی از حرف‌های اصلیش اینه که این مفاهیم باید تو بستر ایران فهمیده بشن. یعنی آبادانی تو نگاه دکتر میرسپاسی یه نسخه تقلیدی و صرفاً وارداتی نیست، بلکه تلاشیه برای صورتبندی توسعه دقیقاً بر اساس تجربه تاریخی و اجتماعی خود جامعه ایران. از این منظر مقاله به یه سری نقدهای خیلی مهم تو ادبیات توسعه هم گریز میزنه. مثلا با ارجاع به آرتور اسکوبار این ایده رو مطرح میکنه که گفتمان توسعه تو خیلی از موارد جوامع غیر غربی رو با زبان کمبود تعریف کرده. یعنی این جوامع رو نه بر اساس ظرفیت‌های خودشون، بلکه بر اساس فاصله‌ای که با الگوی غربی دارن سنجیده. و چقدر این نکته مهمه، چون وقتی یه جامعه مدام با معیار کمبود و نداشتن تعریف بشه، راه حلش هم معمولاً محدود میشه به تقلید از الگوهای آماده و از پیش ساخته شده. در حالی که میرسپاسی تلاش میکنه به جای این منطق از زبان امکان حرف بزنه، یعنی تکیه بر ظرفیتی که تو دل خود جامعه، تو تجربه تاریخیش و تو توان جمعیش وجود داره. تو همین چارچوب مقاله به نقدهای تیموتی میچل درباره نسبت بین دانش، سیاست و تکنیک در توسعه هم توجه ویژه‌ای داره. خلاصه این نقدها اینه که اگر توسعه رو فقط به چشم یه برنامه فنی و متمرکز ببینیم، ممکنه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زندگی آدم‌ها رو کاملاً نادیده بگیریم. به بیان دیگه، اگه توسعه صرفاً در قالب طراحی‌های متمرکز و تصمیم‌های از بالا به پایین دیده بشه، این خطر وجود داره که جامعه تبدیل بشه به موضوع مداخله، نه کنشگر توسعه. در حالی که مقاله تمام تلاشش رو میکنه تا مفهوم آبادانی رو دقیقاً تو نقطه مقابل این نگاه مکانیکی قرار بده. خب با این اوصاف بدیل و پیشنهاد جایگزین این مقاله چیه؟ به نظر میرسه پاسخ دکتر میرسپاسی کاملا روشنه. آبادانی باید به عنوان یه فرایند مشارکتی، یادگیرنده و زمینه‌مند فهمیده بشه. بله، اینجا آبادانی دیگه فقط یه پروژه اجرایی نیست، بلکه نوعی بازارایی تو شیوه فهم ما از توسعه است. تو این نگاه، توسعه زمانی معنا پیدا میکنه که با عدالت اجتماعی، خیر عمومی، مدارا، رواداری، همبستگی اجتماعی و البته مراقبت از محیط زیست همراه باشه.
و به همین دلیلی که مقاله روی اهمیت مشارکت واقعی مردم تو تصمیم گیری ها، پیوند ارگانیک بین دانشگاه، نهادهای مدنی و گروه‌های اجتماعی و در نهایت بومیسازی دانش توسعه به شدت تاکید میکنه. حتی فراتر از این، تو متن مقاله ایده بسیار مترقی همتولیدی دانش خیلی برجسته میشه. یعنی دانش توسعه نباید فقط تو انحصار نهادهای رسمی یا یه حلقه محدود کارشناسی باقی بمونه. اگه قرار باشه آبادانی با واقعیت اجتماعی ایران پیوند بخوره، باید از دل گفتگوی بین دانش تخصصی، تجربه زیسته اجتماعی و دانش‌های بومی شکل بگیره. این یعنی آبادانی تو این خوانش یه نسخه ثابت و خشک نیست، بلکه یه فرایند باز و یادگیرنده است. فرایندی که باید بتونه از تجربه‌های محلی، تنوع اجتماعی و نیازهای واقعی کف جامعه مدام یاد بگیره و خودش رو اصلاح کنه. اهمیت مقاله دقیقاً تو اینه که ما رو از یه دوگانه به شدت نادرست نجات میده. از یه طرف توسعه‌ای که فقط تو عدد، سیمان، سازه و رشد اقتصادی خلاصه میشه و از طرف دیگه نوعی بدبینی و ناامیدی که انگار هیچ جایگزین معناداری برای این وضعیت وجود نداره. در عوض مقاله مفهوم آبادانی رو به عنوان زبانی برای باز کردن امکانهای توسعه به ما پیشنهاد میده. زبانی که هم به زیرساخت مادی توجه داره، هم به نهادهای مدنی، هم دغدغه رفاه و ظرفیت انسانی رو داره و هم حواسش به عدالت و زیست‌پذیری اجتماعیه. به همین دلیله که میگیم این مقاله فقط یه بحث نظری و آکادمیک درباره توسعه نیست، بلکه یه جور دعوت برای تغییر در معیارهای قضاوت ماست. دعوتی برای اینکه وقتی با یه پروژه، یه سیاست یا یه برنامه توسعه‌ای روبرو میشیم، فقط از خودمون نپرسیم خب چقدر ساخته شد، بلکه بپرسیم این سیاست چه اثری روی کیفیت زندگی مردم گذاشت؟ آیا تونست توانمندی‌های انسانی رو گسترش بده؟ آیا به خیر عمومی، عدالت و محیط زیست توجه کرد؟ و از همه مهمتر، آیا مردم رو وارد چرخه تصمیم گیری کرد یا نه؟ اگه بخوایم پیام اصلی مقاله رو توی یه جمله خلاصه کنیم، میشه گفت در نگاه دکتر علی میرسپاسی، آبادانی فقط اسم دیگه‌ای برای عمران نیست، بلکه زبان امکان توسعه ایران است. اون هم توسعه‌ای که باید از مرز محدود رشد اقتصادی عبور کنه و به سمت توانمندسازی انسان‌ها، مشارکت اجتماعی، عدالت و رفاه پایدار حرکت کنه. و شاید پرسش نهایی که این مقاله تو ذهن ما جا میذاره همین باشه. اگه آبادانی همونطور که تو متن خوندیم یه پروژه دستوری از بالا نیست، بلکه یه فرایند مشارکتی و یادگیرنده است، آیا ساختارهای سیاستگذاری ما امروز این آمادگی رو دارن که توسعه رو نه فقط به چشم اجرا، بلکه به عنوان محلی برای گفتگو، یادگیری و بازسازی رابطه بین دولت، جامعه و دانش از نو بفهمن؟